سلام برای دوستانی عزیز، خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه از بازی پسرخوانده. امروز اومدیم که این ویدیو رو بگیریم، ویدیو این که با صندوقای پسرخوانده، حالا کارتایی که به اون میده، با قهرماناشون بازی بکنیم. خواهش میکنم این ویدیو رو لایک بکنید، چنل رو حتما سابسکرایب بکنید که زودتر به 50 تا ساب برسیم، بتونیم بیایم لایو و اینکه بی معطلی بریم سراغ ویدیومون. خب اینجا من 4 تا صندوق اینجا دارم، 2 تا اینجا جمع کردم، 6 تا بتل میزنیم. حالا بهتون نشون میدم. اول بیایم اینا رو بازشون بکنیم. راستی کارت های اینجا هم حساب بزنیم، من اینا رو بازش بکنم. خیلی خوب. اولین قهرمانمون ساسانه. اوکی، یعنی مثلا با ساسان میتونیم بازی بکنیم. اوکی، حالا اینو ولش بکن فعلا. بریم برای صندوق اولمون. خب طلعت بیژن، شعبون، قبکن. خب من اینجا الماس رو میدیم، ننجون. اوکی، بریم برای بازی اول. خیلی خوب، جای کات زدم. بیایم سراغ بازی حریف پیدا بشه. خیلی خوب، اینجا باید ترکیب بیژن، طلعت، ننجون میخوام بگیرم، چون شعبون خوب نیستش اصلا. قبکنم روش خوب ندارم، اینا رو هیچ کدومشون خوب ندارم. ساسان هم میتونیم بگیریم. اوکی، مهنوز هست میزنم. خیلی خوب، اینجا ننجونمو ور میدارم. بریم حرفمون چی برمیداره. کاپ 493 و کاپش همون پایین تره. باید خوششانسی بریم تو صندوق دیگه، چیزای بد روم بده. متاسفانه بد میشه برام. حالا اولین صندوق که خیلی بد شانسی بود که ترس میگیرم با بیژن دیگه، چون شعبون و قبکن هیچ کدومشون خوب نیستن به نظر من. توی این دک منظورمه ها. شعبون که کلا خوب نیستش، بیژن هم خوب. اینجاست، این هم بیژن. خب بریم. حریفمونم اسم نمیتونم فکر کنم نداره. آره، چون معمولا فکر کنم اسمو میزن با کنن. شاید هم اشتباه میکنم. بریم ببینیم چی میشه. اجدر. اوکی. نه، ما خود پسرخوانده عوض کردیم دیگه. قبلا فکر کنم یا اسم میذاش یا خط بودش، عوض کرده. اوکی، با توانه نرجون میزنیم. شده قهرمان من 4م. خیلی بده برامون، ولی خب بریم سراغش ببینیم چی میشه دیگه. اوکی، ساس فکر کنم یکم صداش زیاده. من الان کمترش میکنم صدای این زن بزدنشون، فکر میکنم. حالا باید باز چک کنم. آخ، اصلا حواسم به توانی میشه یاور نبود. اوکی، اینو فکر میکنم باختیم دیگه. واقعا خیلی ترکیب مسخره گیرم اومده. اوکی، الان من این ویژه رو میزنم و اینکه مستقیم میرم سمت تاکایاش. ببینیم چی میشه دیگه. اینجا میتونم برم سمت یاور، ولی میتونم توانیم جمعون اول استفاده بکنم توی ران. اوکی، خوب دمج بهش زدم خدایی. اوکی، اینم از این. میرم سراغ این ضربه. خدایش خوب جلوش بازی کردم. فقط اگه اون ستاره نمیذاشتم شاید میتونستم بهتر بزنم. اوکی، میکشه اینجا. ما میریم سمت اجدرشو. اوکی، 2 تا قهرمانش فکر میکنم آره دیگه کشتیم. و اینکه میخواد نگه داره قهرمانشو. برخواست میمیره داداش، از سفر رد میشه.
اوکی دیگه باختیم دست واقعا قهرمانمون لولشون پایین بود. اونجا یه اشتباهی کردم اینو گذاشتم. آره فکر میکنم این توانایی زدنشون خیلی واسه ببخشید دیگه. من حالا اگرم خیلی اذیت کننده بودش تو ادیت صداشو کم میکنم اینجا رو. نمیدونم خودم همچین احساس میکنم یکم توانایی بالاه، چون تو گوش من که اینجوریه. اوکی تو اینجا توی جلوه های صوتی و حجم صدا اینا رو من کمترشون میکنم. خیلی خب بریم سراغ صندوق بعدی. اولی چنلی چنگیز. خب بریم چی امیدوارم دوتا بیشتر بهمون بده. نداد. امکتی افسون محبیکر. اوکی بریم سراغ این ترکیب. خب من ترکیب میخوام چنلی که لولش 2 اصلا خیلی پایینه. فکر کنم من ترکیب چنگیز افسون بردارم عالی میشه. مطمئنم قراره خیلی بخشی برینیم تو کاپمون، اما اشکال نداره دیگه بالاخره این چیزو باید بریم. قولش هم من دادم توی فکر کنم 2 تا ویدیو قبل بودش. آره تو ویدیو دوم چنلمون که گذاشتیم گفتم، چون این صندوق اشرافی گرفتم و گفتم که اونجا حتما این ویدیو رو براتون میذارم، امیدوارم خوشتون بیاد. اگر که نظری دارید حتما تو کامنت ها بنویسید و اینکه بهم بگین که دوست دارین این تایمای ویدیو بلند باشه یا کوتاه. خیلی چنگیزم چقدره؟ اوکی چنگیزو برمی‌دارم. خوبه چنگیزم با اینکه خیلی پایینه اما فکر کنم خب بدی نباشه. واه فول 6 آجی، من اینو اصلا فکر نکنم بتونم بزنم. مخصوصا ترکیبش خیلی زده. ببینیم چی میشه دیگه. سعیمو میکنم. تعریفمون خیلی قویه، خیلی هم ترکیب مریض داره. ما هم نتونستیم تورج بگیریم. اصلا اگه من ترکیبی داشتم اصلا تورج میگرفتم با شاپور مهناز ترکوندمش. اوکی امیدوارم بازی نکنه. نمیدونم چرا بازی نمیکنم. امیدوارم نتش بپره، حداقل یه وین بگیریم. البته اگه نه خوبی چی واسه اگه نتش بپره این ترکیب رو دوباره میریم که مثل که نپری داره فکر میکنه. بود بابا وسط ویدیو کارم بقیه رو نگی کارشم. درست واسط بگردم ده روزه آج چقدر این روزا بدم میادش. اوکی داریم میره سمت حرکتی چون میتونه وقتی این دوتا توانی رو بزنه این قوی میشه. اوکی ما به نظرم نمیدونم چیکار کنیم. به نظرم تخش دمش بدیم بهتره. توانایی من 5 امکتیم بالاست دیگه. امکتیم چون استفاده ازش میکنم ولی دوتا قهرمان کم. اسم سوسن بگو. افسون خیلی قهرمان خوبی از نظر خودم عالیه ولی متاسفانه من ندارمش بالا دیگه. خیلی هم کم استفاده میشه. خیلی من ندیدم استفاده بشه ولی خیلی قهرمان قویه. واقعا خیلی بده که کم استفاده میشه ازش. توانایی دومش واقعا قویه. چنگیز هم واقعا قهرمان خیلی بدی نیستش. مثلا چنگیز اگه الان بالا داشتن اگه لول 1 بودیم من میگم احتمال باختمون بود. الان هم احتمال باختمون فکر کنم هست دیگه. خب باید این ویژه رو بزنم. حتی اینم یکم بالا ندارمش که بگیم به نفعم میشه. امیدوارم بخوره به شاهینی. چه میدونم. آره شاهین بخوره بهترین. نه خب نمیخواد بزنی حاجی. چقدر این داره وقت تلفی میکنه. کی میخواد ما رو اذیت کنه. بزن به شاهین. بزن به شاهین. مرسی پسر. مستقیم رفت سمت شاهین. عالی شد عالی شد. اما بازم فکر نکنم ببریم. ببینیم اینجا چیکار میکنه. الان دیگه باید مثل پر محبیکر و توانی دومش رو بذاره دیگه. نمیدونم چرا داره اینجوری بازی میکنه اما خب بالاخره خودش ترکیب خودش بیشتر اما بلده دیگه. مگه سیده نمیدونم چیکار کنم. به نظر اینا اینجا بریم اینجوری بزنیم ببینیم چی میشه. حاجی بکن. آخ نه هیچ ولش. چنگیز هم مرد دیگه ولش. خواستم بنویس دیگه ولش کنیم متاسفانه. اوکی نمیدونم چرا نظر اینجا. این چقدر میزنه 49 تا. آجه اگه یکم توانایی یا
ویژم نه بالا بودش، فکر نکنم ایران منو بکشه. ببینیم چی میشه. آخاجی فکر کن نتش بپره چقدر خوب میشه. نه دیگه ایران منو میکشه، وگرنه ولی اگه توانایی کدوم بالا بود اینو میکشتم، ویژه رو میزدم و این میمردش. اوکی این دستم باختیم. خدایی من هرچی صندوق باز میکنم نمیدونم دکتر میداد کریم میداد، نه چرا مالم این ویدیو رو ضبط کنم همه صندوق ها مسخره. امیدوارم این دیگه صندوق خوبی باشه. تغییر بازم خوب نیست خیلی. اوکی دو تا انتخاب بیشتر. اجدر خوب نیست بابا، قهرمان خوب بده. اسی بد نیست، اجدر بده، سرمه بده، ساسان بده. این چه انتخابایی بود حضرت عباسی. آخرش خوب بده خدا وکیل. بابا ولم کن حاجی، اومدیم یه ویدیو بگیریم به خدا، چه ترکیبای مسخره ای داد. اوکی بریم ببینیم بعد چی بچینیم. خب ترقی داریم، اجدر داریم، ساسان داریم، سرمه داریم، اسی داریم. اوکی اسی رو که دیگه داریم 100%. اجدر هم بیا، اجدر هم هست. اجدر هم نوشت 3 بود، استفاده قشنگ نمی‌کردم مثلا ازش. اوکی من نمیدونم واقعا چی رو برمی‌دارم. هم کمیسر برمی‌دارم. خیلی خوب اینجا من به نظرم تغییر رو برداریم. آره دیگه من تغییر رو اینجا برمی‌دارم. ساسان هم 2 بار بهمون افتاد. اسی داره خودش. من مجبورم نمیدونم سرمه فکر نکنم خیلی خوب باشه، همون ساسان بگیرم فکر کنم بهتر باشه. ببینیم حالا ترکیب چیه. شاید سرمه گرفتم. اسی رو که 100% میگیرم. حاج خیلی بدشانسی از تغییر 2 تا توانایی داد. اوکی اوکی من اینجا هم مجبورم اسی رو که میگیریم 100%. اسی رو میگیریم سیدا. سرمه رو بگیریم یا ساسان. سرمه رو میگیرم چون ساسان به دردم نمیخوره. اگه مهناز بردار دیگه هیچ امیدی دیگه واقعا ندارم دیگه. بکاش مهناز از میکردم چون کمیسه خیلی ضد ما نیستش. آخه اگه اینجا من بابا جان مهناز میذاش بردارم میتره کنم. چنلی اوکی ترکیبش خیلی خوبه ولی لول 6 حاجی چقدر من بد شانسم. حریف هم اسم نداره. حالا یا نه باگ نیست، اینا با یه ترفندی اسمشون رو بدون اسم میذارن. حاجی چقدر حالم باید بد شانس باشه. حریف نگاه 2 تا قهرمان 6 داره، توانایی 13 و 10 داره. ما ترکیبمون مسخره. اشکال نداره حاجی. حاجی فکر کنم چی پرید. حاجی نمیدونم چرا اینجوری شده. حریفا نمیدونم یا داره نتشون پرید میخواد اذیت بکن. ببین حریفا میخواد منو اذیت بکن. حاجی چیکارتو کردم مثلا تا حضرت عباسی کاری تو ندارم. خیلی اشکال نداره، اینم شانس ماست. همه سن میذارم بریم چی میشه. اوکی اینجا میریم سمتش. اوکی دیگه باید برم سمت اسیش. برای اینکه داره میره سمت سرمه جلوش خالی بشه هیچ اشکالی نداره، جو سرمه هم داره آردی میکشه. اصلا زرنگ نیستش. تو میتونی من این ترکیب رو بردم سرمه نمیخوام سرمه رو قبلی کنم چون همه قهرمان ها سینشون کمه. اوکی اینجوری میرم. فکر نکنم شانسش توش هنوز توانایی چندی رو میزنه. توانی اولش رو نمیتونه اوکی اگه میتونستم قفل کنیم باز شاید یه شانس داشتیم دیگه. اینجا من اینو میزنم چون این شانسی نداریم اولا. اینم میزنم. باختیم. این یکی هم باختیم. 3 تا باخت پشت سر هم. واقعا میگم بابا نمیتونم خدایش این چه شانس مسخره ایه. به خدا نمیتونم این چه شانس مسخره. من میام معمولا صندوق باز بکنم
هر توانایی خوبه بهم میده. من یه ویدیو بگیری نگاه کن خدا وکیل. اشکال نداره، 3 تا باخت، هنوز 3 تا دیگه بازی مونده. امیدوارم این صندوق‌ها خوب باشن دیگه. خب بریم سراغ صندوق 4 و بازی 4. تو دیگه جبران بکن. یاور ماشاءالله قبکن بمر رو بزنیم. او بالزامیک دکتر جمشید. اوکی یک. ببین این کامبیز رو 2 تا تغییر استفاده نمی‌کنم. هوشنگ فکر نکنم استفاده کنم. فکر کنم ترکیبم بشم دکتر جمشید یاور بالزامیک. خداییش این یکی خوب بود. این یکی خوب بود. بریم سراغش. بالزامیک دکتر یاور. حالا هوشنگ هم هستش، ولی هوشنگ هم چون 4 فکر نکنم میخوام ازش چیز استفاده بکنم. بالاخره یه ترکیب خوب داد بهمون، تقریبا خوب. بهتره، خیلی بهتره اون بقیه است. خیلی خوب. اینجا من کی رو بم بزنیم برای ترکیبمون؟ ها چه سرمه میتونه اذیت بکنه ترکیبمون ها. مثلا آره سرمه میتونه ترکیب کنه. او میخواد باباجان فکر کنم برداره. اوکی. فکر البته با یه تاکایا همه چی معلوم نمیشه، اما اگه دکتر بعد اوکی باباجان. آره باباجان میخواد برداره. اوکی. آجی نمیدونم چرا احساس میکنم حالا ببینیم لول یارو رو 10 7 11 12 به خدا میخواد سرمه برداره، چون لول مثلا تاکایوچو اسمش چی بود اون یکی محفیکرش حتی باباجانش بالاتره. باباجانش برای یه انتخاب دیگه برداشت. مثلا که این داداشمون دلش نمیخواد باباجان برداره، میخواد سرمه برداره. دیدی که نشد سرمه رو بند زدم، این ترکیب رو انتخاب کرد. واه یه بدی که ترکیب ما داره خشمش سره کنم 4 5 نوبت پر میشه. 4 نوبت یا 5 نوبت. ببین الان میبینیم دوره بعد که پر نمیشه. بهش بکنم آره سر 5 نوبت پر میشه. اوکی. 974 1145 1145 سپر بگیر بوست. اوکی. اینجا که الان سپرش بذاره میزنیم ویژمون دیگه، که اینجا ویژمون رو میزنیم. با یاورم میریم سراغ باباجانش. خب خیلی فکر کنم جلویم ازش داره همین جوری، فقط باباجانش چیز میکنه. آخ ای بابا یاورم داریم بدشانس میبینیم. خیلی بده حاجه، خیلی الان وحشی میشه. چقدر دمش میده؟ 133 تا. دوره بعدی 2 تا هم میگیره. میشه نترک تو صورتش. مرسی بالاخره یه خوش شانسی آوردیم. فکر نکنم بتونه با 9 تا بکشه. فکر نکنم بتونه بکشه. آره یه دونه ضربه دیگه میزد هیچیمون نمیشد. مجبوریم بزنیم دیگه. 803 تا. من اینجا بزن اینو. یاور میتونی نش کنی سر خودت؟ مرسی. اوکی اوکی. یا برتون به خاک رفت. اوکی حاجی ببین چقدر این قویه. ببین هر قهرمانی من میتونم نه حالا هر قهرمانی نه، ولی اگه یه قهرمان که جای چیز داشتم، اگه یه قهرمان دیگه جای یاور داشتم این بازی رو برده بودم. باختم دیگه، باختم متاسفانه باختم. فکر نکنم بتونم ببرم. میزنه با 158 تا دیگه. متاسفانه باختیم و با چه اختلاف کمی باختیم. هر قهرمانی جز یاور داشتم بازی رو برده بودم. یاور اینجا واقعا خیلی بد عمل کردش، یعنی خیلی نرفش کردن، دمیجش خیلی اومده پایین و 4 تا بازی رو باختیم.
با اینکه حالا این یک ترکیبمون خوب بود و 4 تا بازی رو پشت سر هم باختیم. آجی فکر کنم بدترین ویدیویی که ضبط کردم. کاش اصلا نمیگرفتم ویدیو، ولش کن. اشکال نداره، بالاخره بازی برد و باخت داره. اوکی، بیژن، کمیسر، حشمت. بابا این چه شانسیه من دارم. حاجی خیلی ترکیبمون چرت شد. ولی من ترکیب کمیسر، بیژن، حالا ببینیم ترکیبمون چیه. یا ساسان میگیرم یا حشمت. اینا رو هم بگیریم. اینا رو هم بگیریم. اوکی. بریم دیگه. آها راستی یادم رفت بگم اینو. وقتی که شما اینجا میتونم من یه چیزی بخرم که از اون، یعنی هر کارتی رو که اینجا بگیرم میتونم اون قهرمانم استفاده بکنم. میگه تقلب بکنیم اینجا دیگه نمیشه آقا. خب اینجا من میتونم خلیلم استفاده بکنم. اینجا من میتونم بابا جانم هم استفاده بکنم. آره آقا من میتونم الان هم بابا جانم استفاده بکنم هم خلیلم. آره دیگه آقا نه اینو من یادم رفت اول ویدیو بگم. یه تقلب به خدا نمیشه آجی، چیکار بکنم؟ مجبوریم یه تقلب ریزی بکنیم. نه تقلب که حساب نمیشه دیگه، اون شاپ هم هست دیگه، کارت میده دیگه. اوکی اوکی بولتون ست بشه. اوکی کمیسرمون کو؟ کمیسرمون اینجا. اینا کمیسر. عالی شد آجی، عالی شد. خلیل میگیرم و کمیسر بهش دردت نمیخوره. آفرین، سی بچه خوب همونو بعد. خب لولش اوف چه لولی داری پشمام. فکر نکنم بتونی با داوود ببری. اون 6 هم داره قهرمان. خدایی نامردی آجی. اینجوری فکر کنم بزنم بهتر باشه. اوکی چرا سپر خیل رو نذاشتم؟ الان دیگه سپر خیل رو من میذارم. الان سپر خیل رو میذارم 133 و 135 ولی بازم هیچکدومشون نمیشه. آجه پشمام چه لولی داری. اینجا میزنم اینو. توانی این سپرش رو سوزوندم. اینجا به نظرم اینو بگیرم بهتره. با اینکه بابا جان مرد ولی فکر کنم هنوز شانس داریم اگه اشتباه نکنم. اوکی آخ نه ولی خب من همونو باید میزدم. این هم اینجا میگیریم و اینکه حاجی فکر کنم اگه خریدمون زنده میبریم بازی رو. نه دیگه اینو میزنه و چه حرکتی بود داداش؟ کنم باختیم دیگه. آره فکر کنم باختیم. الان ویژه‌شو بزنه تمومه دیگه. ولی باشه اختلاف کردیم باختیم. و اینکه دستفان خیلمون تونش بالا نبود مرد راحت. دست پنجم هم باختیم. 5 تا باخت پشت سر هم. باخت قبلش هم که الان چالش بود بابک با دوبار من زد تو چالش. الش کن بریم. اشکال نره دیگه. فکر کنیم پیش بدترین ویدیو چنل همش باخت. اوکی امیدوارم آخری رو ببریم. مهناز هیفا آخرش میکنم فری بردارم دیگه. اوکی بریم واسه مچ آخر. امیدواریم مچ آخری رو ببریم. 5 تا باخت داشتیم، امیدوارم 6 تا باخت نشه دیگه. نمیشه مثلا ویدیو پوش کاپمون همش ببریم دیگه. حالا ممکنه یه بار ببازیم همش. اشکال نداره. هیفا رو برمیداریم. مهناز رو بیا حذف کرده چی؟ مهناز حذف کرد. آقا چون مهناز حذف کرد قانون جدید خودم میتونم انتخاب کنم چی میخوام بردارم. بابا جان به جای مهناز بردارم. یکیشم قباد میتونم.
بود میتونستم بردارم، قبکم بود، فری بود. من میگم خب سه تاشون بود، گفتم فری ولی خب نمیخوام فری بردارم دیگه. اوکی قباد برمیدارم. آجی فول شیشه خدایی. ببین آجی از اول ویدیو داره بهمون 6 میخوره همش. تو این یکی دیگه باید خوش شانسی بیان حاجی، هیچ شانسی نداره. آخه کاش اول اینو میزنم بعد فیفا رو میزنم. اینجا رو بد بازی کردم، اینجا رو سوتی دادم. اوکی اینجا یکی از این، یکی از این، یکی از این، یه دونم اینجا. چون سپر قباد میده. اوکی قباد اینجا کشت و مال ما هنوز 800 تا نمیده دمش. اوکی امیدوارم بریم مثلا هیپاشو نمیتونم یکیشو بزنی. خواهش میکنم برو حداقل یه هیپای چیزی بزن. این از برو یه هیپا رو بزن. آخه هیپا هم بزنه فایده ای نداره راجبش. بذار یه راند عقب بندازیم شاید رفت هیپا رو زد. حالا میشه از اون شانسی که توی اون 2 تا ویدیو قبل آوردم تو پوشکاپمون بیاریم. داشت خواستم دیگر بزنم. مرسی شانس. نرفت کمیسه رو زد، نرفت شیفا رو زد، عدی رفت چنلی مزخرفترین قهرمان بازی رو زد. اصلا فشاری شدم حواسم نبود چی کنم دیگه. آجه بد شانسی توی بازی، بد شانسی توی صندوقا، لول بالا بودن حریفا باعث شد که من 6 دست تو این بازی ببازم. 26 عدد. استغفرالله ولش کن آقا ولش کن. چیزی این بازی هم باختیم متاسفانه دیگه. اینم شانس ما بود دیگه. امیدوارم خوشتون اومده باشه. حالا من اون آدماش نیستم بگم چون باختم ویدیو رو نذارم، میذارم من ویدیو رو دیگه. حالا باز درسته باختیم اما حالا همچین اینجوری نیستش. یعنی میگم چنل رو صاف بکنید. اگر فکر کنم همش دارم میبازم ویدیو قبلی رو نگاه بکنید نظرتون عوض میشه. مثلا میتونیم بریم ویدیو اول چنل رو ببینیم که 9 تا پشت سر هم بردم، یا ویدیو دوم چنل که حالا خودتون میتونید بریم ببینید دیگه. امیدوارم خوشتون اومده باشه. تا ویدیوی دیگر بدرود.